دنبال کتابی میگردید که بچه ها رو با زندگی و زمانه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بیشتر آشنا کنین. کتاب سبزترین امام از تولد تا شهادت امام حسن مجتبی رو روایت میکنه. این کتاب برعکس کتاب‌های نوجوان دیگه که کاملا تک‌بعدی امام‌ها رو بررسی میکنن و بیشتر به مسائل اخلاقی بسنده میکنن، در چند بعد امام رو معرفی میکنه. امام رو متاسفانه بعضی‌ها به عنوان که امام عافیت طلب و اهل صلح و اهل دوری از مبارزه معرفی میکنن و توی تعریفشون از امام حسن تناقضی بین امام حسن و دیگر امامان به خصوص امام حسین علیه السلام مطرح میشه. ولی اگر امام رو جامع نگاه کنیم، ابعاد مختلف زندگی امام حسن رو بررسی کنیم، میبینیم ایشون علاوه بر این که امامی بزرگوار و کریم بودن، امامی مبارز، عالم و آینده نگر و مدبر بودن. کتاب سبزترین امام رو نشر معارف چاپ کرده و نویسندگیش توفیقی بود که نصیب بنده علی شعیبی شد.